بعد نشر اظهارات زخر پریلپین درباره امکان همراه کردن ازبکستان به روسیه، وزارت کارهای خارجه ازبکستان سفیر روسیه الک مالگینوف را دعوت کرده ابراز داشت که اظهارات رهبران حزب‌های روسیه با روحیه شریکی استراتژی و اتفاقچی دو کشور موافقت نمی‌کند. سفیر روسیه در نوبت خود گفت صاحب اختیاری، استقلالیت و تمامیت ارضی ازبکستان هیچگاه در کشورش زیر سوال برده نشده است. چون این اظهاراتی که از جانب رسانه‌های روسی به طور گسترده ارزیابی شده است، خصوصیت اغواگرانه دارد و می تواند به مناسبت‌های دوستانه تاریخی ازبکستان و روسیه تأثیر رساند. وکیلان و منصبداران ازبکستانی نیز به گفته پریلپین اعتراض کردند. بابور بیکمورودوف، وکیل مجلس عالی و رهبر جنبش ملی یوکسالیش گفت چنین اندیشه‌های سیاستمداران روس مناسبت منفی را نسبت به روسیه در میان شهروندان ازبکستان تحکیم بخشیده نفوذ این کشور را بیشتر کاهش می‌دهد. چون این عقیده ها را که پریلپین و دیگر سیاستمداران روسیه تلقی میکنند یک خیال بیش نیست. به کسی معقول است یا نیست ازبکستان یک کشور صاحب استقلال با صاحب اختیاری قوی است. علاوه بر این من از نام جنبش یوکسالیش که حدود 60,000 عضو دارد از مقامات روسیه دعوت میکنم که به چنین اظهارات تجاوزکارانه علیه یک کشور شریک توجه کنند و به آنها خاتمه دهند. هفته روان در مسکو پریلپین اظهار داشت کشورهایی که مهاجران از آنجا میآیند باید به روسیه همراه کرده شوند و به این ساکنانی که بومی میشوند در محلها زبان روسی را آموزانند. او به حیث مثال ازبکستان را نام برد. من شوخی نمی کنم. ما این بعد موضوع را تبلیغ نموده سندهای پاچخوری اتحاد شوروی را رد میکنیم. این به ما امکان میدهد در هر لحظه مناسب بگوییم که از بس که 2 میلیون شهروندان شما در قلمرو ما هستند، ما به قلمرو شما دعواگریم. زیرا آنها حتی به طرفداری آن آواز دادند یا یگان شکل دیگر را اختراع کردن ممکن است. بعدی راهپیمایی در کیف در قلمرو اوراسیا انجام یگان کار مفید را کی برای ما منع میکند؟ هیچ کس. در همین حال امریکا 119 مهاجر ازبکستانی را به وطنشان اخراج کرد. اینها نفرانی میباشند که با راه‌های گوناگون غیرقانونی وارد امریکا شدند. با گفته روزنامه‌نگاران شبکه تلویزیونی اوزریپورت، اکثر آنهایی که به وطن برگردانده شدند توسط مکزیک به خاک امریکا در آمدند. یکی از آنها به اوزریپورت گفته است که طی 3 ماه اخیر در امریکا در بازداشت بود. به نقل او برای عبور مرز امریکا توسط مکزیک 30 روز صرف شده به آنها وعده دادند که توسط این کشور انتقال می‌دهند و برای این $5,000 پرداخت کرده است. من کمی پولی ذخیره داشتم، کمی دیگر قرض گرفتم. در 2 ماه مبلغی را که 2-3 سال جمع کرده بودم صرف کردم. برای آنکه مرا از نیکاراگوآ به مکزیک گذرانند $5,000 دادم. دشواری زیاد بود. پلیس چندین بار منع میکرد. ما $1,500 را همچون پاره به آنها دادیم. به من وعده داده بودند که در مغازه همچون بارکش کار کرده ماهی از $10,000 تا $12,000 درآمد خواهیم داشت. من جوانی کرده باور کردم. قبلا رسانه‌های آمریکایی با تکیه به خدمات مرزبانی آمریکا خبر داده بودند که طی 2 سال اخیر ازبکستان از روی شماره شهروندانی که غیر قانونی سرحد آمریکا را عبور کردند در جای 3م قرار دارد. همین طریق شبکه تلویزیونی فاکس نیوز قید کرد در 2 سال اخیر تقریباً 14,000 شهروند ازبکستان کوشش ورود غیرقانونی به آمریکا کردند. در آخرهای ماه نوامبر سفارت آمریکا در تاشکند گفت که واشنگتن دیگر برای ورود غیرقانونی شهروندان ازبکستان از طریق مکزیک به این کشور اجازه نمی‌دهد. به جای این آنها تا انجام بررسی پرونده مهاجرتشان در بازداشت نگه داشته می‌شوند.